مرغو بشوریم یا نه؟ اگه از لحاظ روحی آرومت میکنه بشور، ولی نشوریش بهتر. مرغ کوچیک بخریم یا بزرگ؟ هیچ فرقی نداره. این که میگن یک کوچیک‌تر آنتیبیوتیک کمتری استفاده کرده اشتباهه. کوچیک و بزرگیش به خاطر تغذیه‌شونه. هورمون هم انقدر گرونه هیچکی استفاده نمیکنه. بال مرغ بخوریم یا نه؟ بیشتر آنتیبیوتیکا از زیر پوست مرغ جمع میشن که بال مرغ هم پوستش به راحتی کنده نمیشه، پس نخورید بهتره. ولی حالا هر از چنگای اشکال نداره. جیگر مرغ بخوریم؟ اصلا محل اصلی تجمع آنتیبیوتیکا توی جیگر مرغه که با حرارت هم اصلا از بین نمیره. پای مرغ کلاژن سازه؟ بله، اما بیشترین کلاژن سازی توی تخم مرغه که با خیال راحت میتونی بخوری. اون پوست توپلی پای مرغ ارتباط مستقیم با مدفوع داره که آمونیاک مدفوع میتونه بیماری انتقال کنه به انسان. حالا میگن اشکالی نداره، ولی از نظر من نخورید بهتره. سیرابی بخوریم یا نه؟ بله، خوردنش باعث تولید زیاد اسپرم سالم در آقایون میشه و کمک میکنه به درمان زخم معده. کلی کلسیم داره، مقابله میکنه با سرطان و درمان کمخونیه. ویتامین B12، زینک، آهن و فسفر هم داره. سیرابی ضرر هم داره؟ بله، اگه خوب شسته نشه باعث انتقال بیماری انگل میشه. چربم هست، مخصوصا کسایی که کبد چرب دارن خیلی کم باید بخورن. غذای مغز چیه؟ درست حدس زدی، گردو. میدونه غذای چشم چیه؟ درسته، هویج. میدونه غذای کلیه چیه؟ آفرین، لوبیا. میدونه غذای گوش چیه؟ آفرین، قارچ. میدونه غذای ریه چیه؟ درست حدس زدی، انگور. میدونه غذای استخون چیه؟ کرم. میدونی غذای معده چیه؟ آفرین، زنجبیل. غذای کجا مونده که نگفتیم؟ تو کامنت ها برام بنویسید. در این ظرف برای پخت و پز ظروف مسیه؟ خیر، ظروف مسی چون داخلش قلع و سرب داره کاملا سرطانزاست. اگه سرب وارد بدن بشه خیلی خطرناکه، مخصوصا کسایی که کبد چرب دارن اصلا نباید استفاده کنن. ظرفای آلومینیومیشی اینا که دیگه خوبن؟ نه اصلا، این ظروف هم سرطانزان چون روی اصلا وجود نداره توی این ظروف. الان یه سری ظروف اومده که بهش میگن لعابی که اونم سرطانزاست. ظروف تفلون هم اصلا خوب نیست چون اگر خط و خش بیفته اونم سرطانزا میشه. پس بهترین ظرف چیه؟ ظروف استیله. بعد از اونم چودنه که میتونید با خیلی راحت ازشون استفاده کنید. خیلی چیزا هست که نمیدونید. پیجمو فالو کن، حتمی به کارت میاد.